بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا رشم تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه برنامه پشت پرده دیگه ای رو برای شما آغاز میکنیم. در این برنامه قصد داریم که پشت پرده های پنهان سایت های شرط بندی که با پوشش امنیتی سایت های پیشبینی در حال حاضر در ایران و خارج از ایران به صورت هرمی فعالیت میکنند رو برای شما اسناد و مدارک و پشت پرده هاش رو بکنیم. در این برنامه اسنادی رو به شما نشون میدیم که سایت های پیشبینی با پوشش امنیتی که دور خودشون انجام دادند دارن پولشویی و اختلاس رو در درگاه‌های بانکی انجام میدند و از طرفی با روش فیشینگ میلیون ها حساب بانکی افرادی که در این سایت های شرط بندی دارن بازی میکنند رو هک کردند. در ابتدای این برنامه تشکر ویژه‌ای از سایت وب آموز داریم که اطلاعات مفید و محرمانه‌ای رو در اختیار برنامه پشت پرده قرار داده که در طول این مستند به اونها اشاره خواهیم کرد. پس حتما این مستند رو به اشتراک بذارید که چرا خیلی از افراد در دام این سایت های شرط بندی میافتن و هم حساب هاشون هک میشه هم گول این سایت ها رو میخورند. پس تا انتها این برنامه رو دنبال بکنید و به اشتراک بذارید. خب آغاز میکنیم پشت پرده های پنهان سایت های شرط بندی رو. به صورت جدی سایت های شرط بندی با نام امنیتی سایت های پیشبینی دارن قانون رو در ایران دور میزنن که بتونند در دل مردم بشینن، چون شرط بندی آنچنان برای یه سری از افراد ناملموسه، اما وقتی که اسم پیشبینی جلو میاد یه سری از افراد پیش قدم میشن که برن پیشبینی رو انجام بدن. و ابتدا سایت های پیشبینی در سال 2014 در برنامه 2014 شبکه سه سیما افراد مافیایی که ورود کردن به صدا سیما این قضیه پیشبینی رو جا انداختند. کم کم برنامه 90 عادل فردوسی پور که نقطه جالب و طلایی این موضوع هستش اومد پیشبینی مسابقات فوتبال رو در برنامه 90 قرار داد و افراد مافیایی تونستن به برنامه 90 که پربیننده ترین برنامه تلویزیونی در حال حاضر ایران هستش نفوذ بکنن و پیشبینی فوتبال رو برای مردم روانشناسی بکنن که میشه پیشبینی کرد، خیلی ساده میشه این کار رو انجام داد و با روانشناسی اجتماعی مردم رو هدایت کردن به سایت‌های پیشبینی. بریم ببینیم که اون سالها عادل فردوسی بود چجور تبلیغ میکرد سایت‌های پیشبینی فوتبال که مقدمه‌ای بود برای سایت‌های شرط بندی. اما واسه اون دوستانی که تو برنامه 2014 اومدن و با ما همراه شدن ما پیشبینی مسابقات این بار آوردیم روی سایت برنامه 90 تیوی دات. شما اگه برید روی پیشبینی مسابقات در اونجا یا میتونید اونجا برید یا میتونید برید پایین یه بخش دیگه هم هست که میتونید قشنگ برای پیشبینی مسابقات در نظر گرفته شده. توجه کردید به همین راحتی برنامه 90 عادل فردوسی پور اومد پیشبینی مسابقات فوتبال رو تبلیغ کرد و گفتش یه قسمتی گذاشتیم توی سایت. حالا شاید برای دوستان جالب باشه بگن خب این چه ربطی داره، حالا مثلا برنامه تلویزیونی چقدر تاثیرگذاره. اینجا سوالی که پیش میاد چرا شورای نظارت و شورای عالی نظارت بر صدا و سیما که متشکل از 12 نفر هستش روی این قضیه ورود نکرد؟ آیا نفوذ عادل فردوسی پور افراد دور اطرافش روی این قضیه تاثیرگذار نبودن؟ یک مثال ساده میزنم، توی صدا و سیما نشون دادن ساز رو ممنوع میکنن، میگن خب آثار نمیدونم لهو و لعبی هم چیزایی رو به کار میبرن، یا افراد بدحجاب رو نشون نمیدن، میگن که اشاعه فحشا میکنه. اینقدر به مسائل ریز توجه میکنن که بخواد توی صدا سیما پخش نشه. اون وقت یه سایتی که داره قسمت پیشبینی میذاره توش، بعد آخر سر میاد جایزه میده رو کاریش ندارن. از طرفی میان مسابقه پیامکی میذارن. خب مسابقه پیامکی هم دیگه کلا شرعیه دیگه، همون مثل پیشبینی میمونه یا مثل شرط بندی میمونه. یه عده میان پول میذارن، آخر سر از اون پولی که جمع میشه اپراتور میاد 10 تا ماشین مثلا بی ام و میده و هیچ وقت این کسایی که میان فتوا میدن، اون کسایی که دارن مسائل مذهبی رو تو ایران بررسی میکنن، چرا نمیدن رو قسمت مسابقات پیامکی وارد بشن و بگن که این مسابقات مصداق بارز سایت‌های شرط بندیه، وقتی که پای منافع و
پول افراد بیاد وسط و وقتی پای نفوذ و مافیا بیاد وسط، قطعاً یه سری افراد حاضر نیستن که منافع خودشون رو به خطر بندازن و به همین راحتی روانشناسی اجتماعی سایت‌های پیشبینی فوتبال یا همون شرط بندی در داخل ایران توی چند سال گذشته اپیدمی میشه. مافیای سایت‌های شرط بندی از داخل و خارج از ایران انجام میشه. از داخل ایران توسط آقازاده ها که مبادا سایت‌های شرط بندی توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی رصد بشن، مبادا فیلتر بشن انجام میشه و در خارج از ایران توسط 2 شخص یا بهتر بگم 3 شخص انجام میشه. شخصی به اسم افشین در کشور ترکیه و شخصی به اسم بردیا یا همون برایان اعتماد در کشور امارات متحده عربی در شهر دبی. افشین با سناریو چینیه که از سال 2015 انجام میده، ابتدا دعوای ساختگی دنیا جهانبخش و ساسی مانکن رو میسازه. بعد از اون دعوای ساختگی وحید خزایی و آقای داوود عفاری یا همون آقای هزینه رو انجام میده و ساشا صبحانی هم به این جمع اضافه میشه و دعوای ساختگی وحید خزایی و آقای هزینه رو مدیریت میکنه. ابتدا افشین به دنیا جهانبخش نزدیک میشه و دعوای ساختگی دنیا جهانبخش و ساسی مانکن رو مدیریت میکنه. ساسی مانکنی که زن داشت، درست در همون برهه‌ای که زنش حامله بود اومد قضیه دوست دختریش با دنیا جهانبخش رو بالا آورد و به خاطر اینکه داشت معروف میشد و داشت فالوور میگرفت هیچگاه قضیه ازدواجش با همسرش که پزشک هستش و در لندن انگلستان زندگی میکنه رو رسانه‌ای تا این لحظه نکرده و حتی خبر فرزندش رو اعلام نکرده که اون زمانی که خانومش حامله بود این دعوای ساختگی اتفاق افتاد و این شخص داشت با حمایت‌های مالی که انجام میشد و داشت فالوور میگرفت این قضیه رو رسانه‌ای نکرد. دنیا جهانبخش هم خب داشت اون زمان فالوور میگرفت، با حمایت برایان اعتماد به شهر دبی در کشور امارات متحده عربی میره و اونجا تبلیغ سایت شرط بندی رو انجام میده. چرا ساکتی الان؟ قربونت برم بیا چیپس و ماست بخور بیا. بازی رو ولش کن، شرط رو بردم، شرط بندی کرده بودم. شرط چی؟ کدوم شرط؟ بیا بریم بهت نشون بدم. چی کار میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ تو کدوم سایت داری دنبالش میگردی؟ بابا سایت V90 دیگه، V90.net خیلی باحاله. حالا شرکت نکردی؟ نه اصلا نمیدونم. البته اگه شرکت کردی چون تیم فرانسه بودی می‌باختی حتما. شانس آورد. واسه پروفایلم نشون بدم. نگاه کن. به همین راحتی دنیا جهانبخش از فالووراش سوء استفاده میکنه و تبلیغ سایت‌های شرط بندی رو میکنه. سایت‌های شرط بندی که تو ایران بعد از مدتی البته این دامین فیلتر شد و از دامین‌های دیگه استفاده میکنن. تمام این سایت‌های شرط بندی در اختیار یک شرکتی به اسم گرند گیم هستش که صاحب و مالک این شرکت‌ها شخصی به اسم افشین هستش که با سرمایه‌گذاری برایان همون بردیا اعتماد در حال حاضر داره فعالیت میکنه. نکته بعدی این هستش که همیشه برایان اعتماد قضیه دوستیش با دنیا جهانبخش رو در حالی از ابهام قرار داده و اجازه نداده که دنیا جهانبخش این قضیه رو رسانه‌ای بکنه. اما تیم پشت پرده با قرار دادن پازل ها کنار هم دیگه دوستی این دو نفر رو برای اولین بار برای شما کشف میکنه و نشون میده. دنیا جهانبخش ابتدا یک تصویری از برایان اعتماد البته به صورت کراپ شده در پیج خودش قرار میده که فقط دست برایان اعتماد معلوم هستش. وقتی وارد پیج برایان اعتماد میشید یکی از این دست ها دقیقاً همون کاپشنی هستش که برایان اعتماد موقع بغل کردن دنیا جهانبخش اون رو پوشیده. در کنار هم قرار دادن این دو دست نکته اول و قطعه اول پازل تکمیل میشه که این دو دست میتونه برایان اعتماد بشه. در تصویر دوم دنیا جهانبخش تصویر از خودش نشون میده که روی یک مبل دراز کشیده. شما به پرده پشت این تصویر اگر دقت بکنید متوجه میشید که در تصویر دیگه‌ای برایان اعتماد عکس رو از خودش منتشر کرده که بعد از قرار دادن این دو تا عکس در کنار هم باز هم پازل دوم رو نشون میده. اما پازل سوم شما اگر به ساکی که دست دنیا جهانبخش هستش دو تیکه هستش، یک ساک در دست چپش و یک ساک در دست راستش اگر نگاه بکنید متوجه این نکته میشید.
عکس بعدی عکسی هستش که برایان اعتماد در پیج خودش منتشر کرده. دقیقاً مارک و برند دوتا عکس یک شکل هستش با رنگ متفاوت و همیشه برایان اعتماد سعی میکنه که دوستیش با دنیا جهانبخت رو پنهان نگه داره. در قسمت‌های بعدی برنامه پشت پرده، تیم پشت پرده پیام هم به آقای برایان اعتماد داده که بیاد پاسخگو باشه. اگر پاسخگو نباشه قطعاً اسناد و مدارک بیشتری از علت دوستی این شخص و دلیل دوستی این شخص با دنیا جهانبخت که چیزی فراتر از یک دوستی هستش و یه سری اتفاقات عجیب و غریب داره پشت پرده اتفاق میفته رو تیم سایبری پشت پرده حتما رسانه‌ای خواهد کرد و شما بینندگان عزیز در جریان این اتفاقات خواهید بود و برایان اعتماد قطعا باید بیزینس خودش رو در دبی جمع بکنه. پس این فرصت پاسخگویی رو در اختیار برایان اعتماد و دنیا جهانبخت قرار میدیم که بیان پاسخگوی این صحبت‌ها و اتفاقات بشن. از طرفی نکته بعدی مصاحبه‌ای رو با آقای متین دوهنجره انجام دادیم، شخصی که سلبریتی هستش و میتونست در دام این تبلیغات قرار بگیره، اما مصاحبه‌ای رو با ما انجام داده و از شخصی به اسم ساشا نام میبره، از شخصی به اسم افشین نام میبره، از شخصی به اسم برایان نام میبره و دقیقاً تیکه های این پازل رو میشه کنار هم قرار داد. حالا این سایت های شهروندی زنگ زدن به من، بعد یه پیشنهاد تبلیغاتی کردن، نمیدونم 5 بار 20 میلیون 30 میلیون یه همچین چیزایی. بعد منم واقعیتشون در صورت ما خواننده هستیم دیگه، از این کسخلقه این اینستاگرامی نیستیم که حالا اینجا که بوق بذاریم. خب مردم در اصلا رومای حساب دیگه میکنن. بسید میخواستم مطمئن بشم از این تبلیغی که میخواست انجام شه، من تا احساس کردم تبلیغی داره بوداره. بعد واسه همین ترجیح دادم که انجام ندم. یعنی چی بوداره؟ یعنی واقعیتش یه قیمت خیلی بالاتری گفتم که اصلا نشدنی باشه. خب یعنی چی بوداره؟ این اصلا بودار بودن یعنی چی؟ بودار بودن یه جوری بود دیگه. در اصلا من احساس کردم مثلا ممکنه کلاهبرداری باشه از مردم. کی ارتباط داد به شما که با این سایت شرط بندی وصل شید؟ وحید خزایی. به چه شخصی چجوری شما رو ارتباط داد آقای خزایی؟ والا دقیقه اسم شخصی نمیدونم، آرمین بود، افشین نمیدونم، یه همچین شخصی بود یادم نیست اسمشون. آخه از طرف یه شخص دیگه بود، همین این داوود هزینه است به اسم ساشا فکر میکنم. گفتن که منم این شرطبندی خودمونه و از اثبات ها. بعد دیگه یه همچین اشخاصی دقیقا حالا اسمشونو که دادم نیست، ولی خب اولین بار هم وحید خزایی شنان. بعد مثلا چه تبلیغاتی میگفتم شما بکنید براشون دقیق؟ همین 5 بار همین سایت شرطبندی مثلا گفتم 5 بار میذارید پستات، به خاطر خب حاشیه‌ای که قبل‌تر پیج من داشت. قبل‌تر هم البته این پیشنهاد شده بود از سمت همون آدمایی که به همین جهانبخت و اینا مثلا پیغام دادن. از سمت دنیا جهانبخت به شما پیشنهاد داده بودن؟ جان؟ از سمت دنیا جهانبخت به شما پیشنهاد داده بودن؟ نه از سمت همون اشخاصی که مثلا در واقع اینا تبلیغاتشون میکردن، از همون افراد. بعد متوجه شدم که حالا اصلا یه سر خیلی بزرگش هم وصل به یه شخصی تو بیت میکنم به نام بنیامین اعتماد یا همچین چیزی. برایان اعتماد من فکر میکنم به اسم اصلیش رو فکر کنم بردیا اعتماد. نمیدونم ولی فکر میکنم آره دیگه همچین چیزی. یعنی از سمت برایان اعتماد با شما تماس گرفته بودن برای تبلیغات؟ فکر میکنم سرش وصل شدم بر اسم ایشون هم کار. چه تبلیغاتی، چه سالی بود و چه تبلیغاتی بود و چی شد که مثلا اون برهه داشتن به تو تبلیغات میدادن؟ من آخه یک بار من اعلام کردم که تبلیغات
مدتی مثلا تبلیغات رو میپذیرم، یعنی انجام میدم اینا و هدفم مثلا قصدم بیشتر چیز یعنی مثلا یعنی خودم گفته بودم که واسه این نمیدونم اکستنشن مو فلان روج لب و اینا واسه من انجام نمیدم. مثلا چه میدونم یه چیز دیگه دوست نبود. بعد این خب از سمت این شرطبندی ها من چیز شد دیگه به پیشنهاد شد. چند سال پیش این سایت اولین بار به تو پیشنهاد دادن برای اینکه سایت شرط بندی رو تبلیغ بکنی؟ فکر میکنم 2 سال پیش اینا بود که پیجم خب یه مقدار چیز شده بود، حاشیه و اینا خیلی توش بود، به بالا بود دیگه، در از لحاظ که مردم بهش سر میزدن اون موقع بود. و این آخرش هم که همین فکر کنم 2-3 ماه پیش بود. این کلا دیدگاهت رو نسبت به این سایت‌های شرط بندی چجور می‌بینی؟ خب هر کسی بدش نمیاد یه پولی بگیره، شما هم که خودتون سلطان حاشیه‌اید، از چیزی نمیترسی معمولا، از همه هم انتقاد میکنی و فکر نمی‌کنم تبلیغ یه سایت شرط بندی برای شما چیزی پیچیده و عجیبی باشه، با توجه به اینکه قبلا مردم رزومه‌های پرحاشیه شما رو میدونن، چه کاری سر نمیدونم ساسی مانکن و دنیا جهانبخت و رادیو جوان و کلا سینا ولی‌الله، هر کسی که شما دستتون اومده زدید. فکر نمی‌کنم تبلیغ یه سایت شرط بندی برای شما چیز پیچیده‌ای باشه. این یکم مشکوک نیست شما سایت شرط بندی تبلیغ نمی‌کردید؟ نه، مسئله حاشیه مثلا اون یه چیزی که در واقع حتی من اگر اون صحبتایی هم که در مورد افرادی که میگی انجام شده صحبتایی بوده که به خود مردم بوده، یعنی من در هر صورت مردم برام ملاک اول هستم، من مردم رو دوست دارم، همه میدونم که من آدم در هر صورت آدم وطن پرستی هستم، هیچ فرقی نمیکنه کجای دنیا باشم، اینو بالاخره تو همه این مدت در واقع بودم ثابت کردم. ولی خب این که بخواد حالا یه پول بره تو جیبم تو سر مردم کلا بره، خب من هیچ بازی نیست. اگه میخواستم به این چیزا راضی باشم که از خیلی وقت پیش که الان دیگه بهترین شرایط داشتم، ولی نه حاضر نیستم به خاطر تبلیغی همچین سایتایی که میدونم که تهش تو سر سوخته واسه مردم، یعنی مردم الکی پولشون رو فقط دارن میریزن. دقیقاً سیاستش که یک بار شما رو برنده میکنه و 10 بار شما رو به سخت‌ترین شکل میزنه زمین. وبسایت‌های پیش‌بینی فوتبال یا همون قمار یا بهتره بگم شرط بندی به نوعی یک پولشویی و اختلاس کلاسیک هستش. وبسایت وب آموز آماری رو منتشر کرده که نشون میده 24 ساعت قبل از دربی استقلال پرسپولیس 400 میلیون تومان از سمت سایت‌های شرط بندی به افرادی همچون وحید خزایی، آقای هزینه، دنیا جهانبخت و امثال اینها برای تبلیغات سایت‌های شرط بندی هزینه شد و بیش از 20 میلیون نفر وبسایت‌های شرط بندی رو نگاه کردند و نشون میده که درگاه‌های بانکی مستقیم برای پرداخت پول در اختیار این وبسایت‌های شرط بندی قرار گرفته و چجور پلیس فتای ایران جلوی این وبسایت‌ها رو نگرفته و به اینها اینماد یا نماد الکترونیکی داده و از طرفی تمام این هزینه‌هایی که پرداخت میشه به صورت فیشینگ کلیه اطلاعات کاربران هک میشه و تمام افرادی که در سایت‌های شرط بندی در حال حاضر دارن بازی میکنن تمام اطلاعاتشون هک شده. فیشینگ روشی هستش که شبیه سازی یک درگاه پرداخت هست که میتونه به عنوان یک حمله سایبری تمام اطلاعات کاربرانی که سایت‌های شرط بندی رو دارن رصد میکنن و بازی میکنن رو به خطر بندازه. بریم گزارش راجع به نحوه فعالیت حمله فیشینگ رو ببینیم، برگردیم به شما میگم که چه اتفاقات عجیب و غریبی از این هک حساب‌های کاربری داره اتفاق میفته. در حمله فیشینگ هکرها برای دزدیدن پسورد اول یک دومین غلط انداز ایجاد میکنند، مثلا account_verify.com یا google.com به جای google.com. بعد ایمیلی با ظاهری رسمی به قربانی میفرستند که لینکی به صفحه‌ای در سایت قلابیشان دارد. اگر هدف حمله فریب بخورد و پسوردش را در این صفحه وارد کند، مهاجم میتواند کنترل حساب او را به دست بگیرد. البته در این شیوه رد پاهایی از هکرها به جا میماند. یکی از روش‌هایی که
سایت‌های شرط بندی و ادمین هاشون انجام میدن همین هک به روش فیشینگ هستش. یعنی کلیه اطلاعات کارت‌های بانکی شما در اختیار ادمین های سایت‌های شرط بندی قرار میگیرند و حتی اون شماره 16 رقمی کارت شما، رمز دوم شما و همه اطلاعات حسابش. بعد از اینکه شما وارد یک میز بازی میشید، به عنوان مثال تخت نرد و 2 نفری تخت نرد بازی میکنید سر مبالغ بالا مثل 500,000 تومان، مثل 1,000,000 تومان، به روش شبا یا همون حساب‌های الکترونیکی پول رو میخوان به حساب شما بریزن. از یه شخص دیگه‌ای که حسابش رو هک کردن و به صورت فیشینگ اطلاعات حسابش رو دارن، پول رو از اون شخص از حسابش میکشن بیرون و به حساب شما میریزن و از حساب سایت‌های شرط بندی پولی به حساب شما نمیاد و با این اتفاق 2 اتفاق تلخ میفته. اول اینکه اون شخصی که حسابش هک شده خودش عضو این سایت‌های شرط بندی شده و اگر بره شکایتی بکنه پلیس فتا ممکنه که به این شخص به خاطر تخلفی که کرده اعلام جرم بکنه و نفر دومی هم که پول اومده تو حسابش به روش هک اومده و از اون شخص هم شکایت میشه چون پولی به روش ناسالم و هک وارد حسابش شد. پس یکی از این فرمول ها فیشینگ هستش و عملا شما هیچ پولی رو این وسط نمیبرید. اگر ببرید به مرور زمان لو میره که این حساب از حساب اون سایت شرط بندی وارد حساب شما نشد. ما این ترفند رو به ادمین های سایت های شرط بندی گفتیم. ادمین های سایت های شرط بندی 2-3 تاشون به ما پیشنهاد رشوه دادن، گفتن ویدیو رو بکشید پایین، مستند رو پخش نکنید، مبالغی همچون 300,000,000 تومان و چون ما این چت ها رو نگه داشتیم که در دادگاه علیه اینا شکایت بکنیم، مجبوریم که این چت ها رو پخش نکنیم و فقط من اینجا به گفتن بسنده میکنم. اما آقای وحید خزایی، آقای هزینه و امثال اینها بعد از اینکه متوجه شدن و ادمین های این سایت ها بهشون خبر دادن که داره این برنامه پشت پرده میاد بیرون، آقای وحید خزایی با من در 2 مرحله چت کرد. مرحله اولش رو بریم ببینیم، برگردیم، بعد هم آقای هزینه رو به شما چتاشو نشون میدم. فردین آقای اسناد، بیا با هم کار کنیم، تو نفوذ داری، منو کاور کن. من نوشتم سلام، من خبرنگارم، نفوذ کجا بود؟ بعدش چه کاری مثلا؟ پیش بینی فوتبال هستم، مثلا من امروز فردا سرچ شرط بندی اونایی که معتبرم من کار کنم. بعد نوشتم که من چند روز هشدار دادم که دست این سایت های شرط بندی رو توی برنامه پشت پرده رو میکنم آقای خزایی و برای مردم مافیاشون رو برملا میکنم. الان که من توی پیج اینستام هشدار دادم همه افتادن دنبال من کارم خبرنگاریه نه چیز دیگه. ایشون برای من دوباره یک پست فرستاد. خدا سایت پیش بینی فوتبال بزن تا خبرنگاری ثبتش رو بده. نوشتم که شما چقدر از سایت های شرط بندی پول گرفتید؟ دنیا جنوب یه هفته 6 میلیون دادن. من یه هفته از ماه 92 میلیون گرفتم. من تحقیق کنید من 72 میلیون گرفتم. من گفتم که آقای خزایی چرا داری تبلیغ میکنی؟ میدونی که اسناد زیادی از چت‌های شما به دست ما رسیده. اصل داستان شرط بندی رو بگو. این پیام آخر تیم پشت پرده است. جریان تهدیدها چیه؟ خب این قسمتی از چت‌های بنده به آقای وحید خزایی بود که قطعاً در قسمت‌های بعدی هم ما چت‌های بیشتری ازشون لو میدیم به همراه اسنادی که وجود داره. بنده فقط خواستم به شما مستند این رو نشون بدم چون یه سری از افراد ادعا می‌کردن که نمیدونم این چت‌ها ساختگیه. خوشبختانه خود آقای خزایی هم وایس گذاشتن که صحه بذارن به حرفای ما و همچنین نفوذی که تیم سایبری برنامه پشت پرده روی شماره تلفن ایشون، آقای هزینه و یک سری سلبریتی‌های دیگه، البته از نوع سلبریتی‌هایی که اونجوری ما میشناسیم نه، انجام داده و اسنادی رو به دست آورده که قطعاً برای شما اونها رو پشت پرده هاش رو و خود اسناد رو منتشر پر بازه بود. وحید خزایی حالا در جلوتر هم توضیح میدیم و چت‌های دیگر رو هم رو میکنیم. مافیایی که دارن سایت شرط بندی رو مدیریت میکنند، اینها با مدیر عامل یه سری از این بانک‌های خصوصی و حتی دولتی داخل ایران هم بستن. ببینید وقتی که یک وبسایتی 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان در روز تراکنش مالی داره، مگه میشه که نفرات ارشد اون بانک از اینها خبر نداشته باشن؟ به همین ترتیب ما امروز برای اولین بار
اولا یه بخشنامه رو از سایت شاپرک به شما نشون میدیم، سایت شاپرکی که تمام پرداخت‌های بانکی به اون ربط داره. همونطوری که می‌بینید در این بخشنامه که در تاریخ 19/12/96 بیرون اومده نشون داده که کلیه درگاه‌های بانکی که بخواد در اختیار سایت‌های شرط بندی قرار بگیره ممنوع هستش و باید جلوشون گرفته بشه. آقای محسن قادری مدیرعامل شاپرک این بخشنامه رو نوشتن در تاریخ 19/12/1396. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که به این سایت‌ها ای‌نماد یا نماد الکترونیکی داده میشه. این نماد یا نماد الکترونیکی این هستش که اگر شما در سایتتون پرداخت آنلاین داشته باشید و پولی بخواد رد و بدل بشه، باید حتما این نماد از طریق پلیس فتا و از طریق ارگان هایی که زیر نظر این نماد هستن در این سایت ریجستر بشن. حتی تلفن خونه، تلفن شرکت، آدرس شما و همه اطلاعات شما بررسی میشه، چندین بار چک میشه، حتی به محل کار شما میان و آدرس شما رو بررسی میکنن که آدرس شما غلط نباشه و بعد از اون این نماد رو به شما میدن. و وقتی شما توی سایتی نماد این نماد رو میبینید حتما باید اعتماد بکنید و خرید رو انجام بدید. اما ما میبینیم که در این سایت های شرط بندی که درگاه مستقیم بانکی داده شده، تو تبلیغات اگر ببینید نوشتن درگاه پرداخت مستقیم در ایران و اینها میان سایت ها رو دور میزنن و درگاه پرداخت میگیرن. امروز ما اسامی مدیر عامل های بانک های رو به شما میگیم که اینها قطعا در اختلاس ها و در راند ها باید پاسخگو باشن که چجوری رقم های میلیاردی بوده و اینها پاسخگو نبودن مگر اینکه این افراد پولی به جیبشون رفته. مثل آقای محمد علی ترابیان مدیر عامل بانک ملت، آقای مجید افرا مدیر عامل مبناکارت، ابراهیم حسینی نژاد مدیر عامل بانک سامان و صادق فرامرزی مدیر عامل ایرانکیش و چندین تا درگاه پرداخت دیگه. اینها همه باید بیان پاسخگو باشن که چجور درگاه پرداخت دادن. شما شک نکنید یا این افراد پولی به جیبشون میرفته از این درگاه‌های سایت‌های شرط بندی، یا اون پشت یکی از فامیلاشون این کسی داره این قضیه رو مدیریت میکنه. البته آقای جرجندی رو شنیدیم، بله واقعا داره اتفاقات عجیب و غریبی در سیستم بانکی ایران میفته و بیخود نیست یهو اختلاسات 3-4 هزار میلیاردی صورت میگیره. توسط همین سلبریتی ها تبلیغاتشون انجام میشه، نمیدونم برنامه 90 تو ایران روانشناسیشون انجام میدن و آقازاده ها کلا دور هم دیگه پولای مردم رو میکشن بالا. حالا نکته بعدی که وجود داره، روش بعدی که این سایت های شرط بندی انجام میدن به این صورت هستش که اینها میان یه سری سوپر ادمین توی وبسایت های خودشون تعریف میکنن، به این صورت که مثلا روی قیمت های پایین و روی تراکنش های پایین روش فیشینگ رو انجام میدن، روی تراکنش های بالا برای اینکه بخوان اعتماد سازی هم بکنن روی بعضی از مواقع، مثلا روی میزهای 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، اگه 4 نفر آدم بشینن بازی بکنن، این سوپر ادمین ها میان داخل بازی، مثلا بازی تخت نرد که 2 نفر دارن بازی میکنن، با توجه به کدهای برنامه‌نویسی اون تاسی که مد نظر خودشون هست رو میندازن و خودشون رو برنده میکنن و شما عملا فکر میکنید که یک ربات داره بازی میکنه و شما به ربات باختید و به یه شخص دیگه که خیلی خوش شانس بوده و تاس آورده باختید، در صورتی که اینها سوپر ادمین هایی هستن که توسط وبسایت ها، توسط برنامه‌نویس ها برنامه‌ریزی شدن که شما اگر بازی میکنید روی میزهای قیمت بالا ببازید و عملا شما در هیچ کدوم از این سایت های شرط بندی برنده نیستید. حالا داستان اینجا هستش که ما اومدیم یه سری دیگه از این اسناد رو به صورت تست به آقای داوود هزینه دادیم و اون آقای داوود غفاری و براش ارسال کردیم و بعد از اون من برای ایشون یک پیام فرستادم از طریق تلگرام و ایشون خیلی اون چیزی که در لیاقت خودش و شخصیتش بود صحبت کردم. ما وایسای ایشون رو میذاریم، بنده رو تهدید کردن که اگر شماره منو بذارن ازشون شکایت میکنم و از طریق سفارت. و یه نکته بگم که شما دیپورت شده کشور آلمان هستید و زن و بچه‌تون اینجا ول کردید، اگه پاتون رسید به آلمان حتما بیاید اینجا، تیم حقوقی من از شما شکایت میکنه. هر چند بابت توهینایی که شما به این خبرنگار کردید قطعا مورد پیگرد قانونی قرار میگیرید. از طریق تیم حقوقی بنده آدرس رستورانتون هم هست در ترکیه و حتما شکایت تیم ما در اختیار شما قرار میگیره و بیاید پاسخگو باشید. بریم وایس ایشون رو بشنویم، بیایم که بدونن برای ما تهدید جواب نمیده. شاشیدم تو اون درسی که تو خوندی، شاشیدم تو دهن اون معلمت، شاشیدم تو دهن الگوت که به یاد دادن. تو میدونی مثل که میمونه اون جنده هست تو آلمان، انقدر اونجا گشنگی کشیدید شما کسکشا، انقدر گشنگی کشیدید تو اون آلمان
شما خودفروشی هم میکنید. میدونی بهت چی میگم؟ خیلی اونجا گشنگی سخته ها، پول مول در نمیارید میارید اصلا در مورد من برای چیه؟ من آدم بزرگیم، برای چی در مورد من حرف میزن؟ مگه من ایکس و ایگرگم یا آشولاش هم میشینی کس شعر تف میدی ول میکنی کف این اینستاگرام به خاطر بازدید؟ از این کارا کنی شلوارتو میکنم ها. ببین فیلم و عکست هم دارم، ببین چی بهت گفتم من بترسا. دفعه بعد اینجوری باهات صحبت نمی‌کنم و دفعه بعد 2 وکیل سفارت میندازم پشت، شماره‌هاتم دارم، یه کاری باهات میکنم این گوها نخوری بشینی پشت سر من حرف بزنی و اینا همه جرما. خودت که میدونی هی خبرنگار من که اصلا تو چه گوهی هستی میری در مورد من زر میزنی؟ تو کی هستن؟ آقا برو دست سرمو بردار، در مورد ما کس شعر صحبت نکن، شماره ما رو میذاری تو یوتیوب. حتما پیگیری‌های قانونی در خصوص این توهین‌ها انجام میشه از طریق تیم حقوقی برای پشت پرده. نکته دیگه بگم که اکثر این سایت‌های شرط بندی همشون به صورت هرمی مال یک شخص هست. شما اگر تمام این سایت‌ها رو برید داخلشون عضو بشید، طراحی سایت‌ها به یک شکل هستش، فقط اسم سایت‌ها یا همون دامین سایت‌ها با هم دیگه فرق میکنه و تنها آقای برایان اعتماد افشین و آقای ساشا و امثال اینها دارن اون پشت فعالیت میکنن و پولهای افراد به همین راحتی به صورت فیشینگ سرقت میشه و باید این افراد پاسخگو باشن. الان بیرون نیاد مطمئن باشید چند ماه دیگه تمام این اتفاقات بیرون میاد پشت پرده‌اش و ما این هشدارهای اولیه رو به شما دادیم. نکته بعدی هم این که قسمت اولی این برنامه رو اینجا به پایان میرسونیم به خاطر اینکه قول داده بودیم حجم ویدیو پایین بیاد. حتما توی کانال تلگرام ما، توی کانال یوتیوب برنامه پشت پرده عضو بشید و قسمت دوم رو دنبال بکنید که در اون قسمت ما حتما سرورهای این افراد و افرادی که به اینها مجوز دادن هم رو میکنیم و منتظر قسمت دوم برنامه سایت‌های شرط بندی و مافیای این افراد هم باشید. پشت پرده. بنده امیر فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم.